ما یک سیستم آماده کردیم که دوستان و همشهریان عزیز ما با استفاده از موبایل ها و کامپیوترهای شخصی خود در خانه های خیش بتوانند از سیستم استفاده بکنند، فقط با درج آدرس وبسایت ما که آدرس وبسایت ما kmplan.km.gov.af است. زمانی که آدرس درج کردن در براوزرهای خود به این اساس این صفحه باز میشه و در اینجا ما دو نوع پلان ها را نشر کردیم: پلان های سرک های شهر کابل و پلان های دیگه که از هر ناحیه مربوطه است. در قسمت شبکه سرک های شهر کابل اگر ما اینجا کلیک بکنیم و یا وارد شویم، یک هشدار است و یا یک تبصره است که هموطنان ما متوجه این تبصره باشند. بعض موضوعات کلیدی در این تبصره گنجانیده شده. بعد از بسته کردن پنجره تبصره اینا وارد سایت میشن و در اینجا ازشان موقعیت میخوایم. هر دوست هر همشهری ما میتونه موقعیت فعلی خود انتخاب بکنه و یا موقعیتی که x y از یک موقعیت میگیرن و درج سیستم میکنن. ما اگر در خانه خود قرار است امی سیستم باز کردیم، دیگه ضرورت به این نیست که بررسی موقعیت بگویم، فقط موقعیت فعلی خود را کلیک میکنم و امو موقعیت فعلی که هستم بر من نمایش میده. یک لوکیشن الاو میکنیم در اینجا که کامپیوتر و یا وسیله ما بتانه لوکیشن ما رو دریافت بکنه. شما ببینید در این قسمت لوکیشن ما هست که در شاروالی کابل هستیم و سرک هایی که در چهار اطراف امی موقعیت در توسعه است و یا که فعلا هم جریان داره و سرک ها موجود است، تمامش نمایش داده میشه. مورد دیگه که در قسمت این سیستم هست پلان های زونینگ بعض نواحی است که بعض از همشهری های ما میخواین درخواست دارن که در امی موقعیت ما در خانه ما چند منزل ما میتونم که آبادی داشته باشم. این بسیار موضوع مهم است. میریم به طرف پلان های دیگر. پلان های امی زونینگ است. بالای پلان های دیگر کلیک میکنیم. در اینجا در کدام ناحیه شما قرار دارین او را انتخاب میکنین. مثلا ما در ناحیه سوم مثلا میخوایم قرار دارم، ناحیه سوم، و در ناحیه سوم ما فعلا زونینگ پلان داریم. زونینگ پلان را انتخاب میکنیم، اتومات صفحه بر ما باز میشه. در اینجا هم ما در بخش زونینگ پلان هم یک تبصره داریم که این تبصره را از دوستای خود خواهش میکنیم که تبصره را مطالعه بکنن و این تبصره را بسته میکنیم. باز هم مثل شبکه سرک ها ما طول البلد و عرض البلد را در اینجا درج میکنیم و یا ای که موقعیت فعلی من را انتخاب میکنیم. موقعیت فعلی من فعلا محوطه ناحیه دوم قرار دارم و اوجا در قبل ناحیه سوم را انتخاب کردیم. به او خاطر ما موقعیت فعلی خود را درج نمی کنم، میایم یک لوکیشن از ناحیه سوم درج میکنم. لوکیشن دارم در اینجا. متوجه باشن دوستای ما باز هم که 34 را در امو عرض البلد و 69 را در طول البلد درج بکنن. بررسی موقعیت میگم، مرا انتقال میته اتومات در این موقعیت. اینی موقعیتی است که ما لوکیشن برش درج کردیم. اگر بالای امی رنگ اگر متوجه باشین یک رنگی است که در اینجا موقعیت داره، بالای از رنگ کلیک میکنم. این موقعیت دولتی است، نوشته است ادمنستریشن، ادارات دولتی در اینجا درج شده.